چرا به خاک دشت مغان و پارساباد میگن زرخیزه؟ آقای تفتی میگن زلیخا دیدن و یوسف شنیدن کی بود مانند دیدن. باید بیایی از نزدیک ببینی. حالا من یه توصیفی میگن که پارساباد انبار غله آذربایجانه. بله. قطب تولید محصولات کشاورزیه. خب چرا زرخیز؟ این همه خاک داریم، ولی چرا خاک مغان در گوش گربه کشور عزیزمون ایران اینقدر زرخیزه؟ به خاطر اینکه از رود پرآب ارس، رود شیرین ارس، بله. محصولات که کشت میشه تولید میشه که با اون قابلیت خاکیش، بله. که گاهن اگه آب باشه ما سالانه میتوانیم 3 بار کشت کنیم. ما 100% بذر سرگوم مورد نیاز کشور را تولید میکنیم. ما 85% بذر ذرت رقم 704 را در پارساباد تولید میکنیم. برای اولین بار در کشور عزیزمان ایران بذر کلزای زمستانه که دانه های روغنی محسوب میشه در پارساباد تولید میشه. قطب سیر، قطب بادام زمینی. میگن حالا بادام زمینی در یه جایی کشور عزیزمون تولید میشه، اما ما پارسال 35,000 تن بادام زمینی تولید. بابا ماشاءالله. خب با این